هفته های شنگاش نوکرتم. حامد بلند شو. حامد بلند شو. بلند شو، اینجا جای خواب نیستش که. زشته. چی زشته؟ خوابیدن مگه زشته؟ خوابیدن زشت نیست، ولی تو مغازه مردم خوابیدن زشته. آقا ناموسا من نباید یه رو بینزا تست کنم ببینم مبلات راحته خوابم میگیره یا نه. نمیشه چشم بسته من بیام مبل بخرم. پا میشم دیگه نخوردم که. ازش یه رو بخوابیم. شما بهترین تایمو برای خرید انتخاب کردین، چرا که الان تو جشنواره پاییزمون هستیم و تا 40% تخفیف داریم به همراه ارسال رایگان. ناگفته نمونه هنر مبل جزء برترین برندهای صنایع چوبی و مبلمان هستش. دم شما که بریم که حساب کنیم. مبارکت باشه عزیزم. مرسی. آی تبریزی جسارتا این موجودی نداره کارتتون. داداش ماشی جلو نامزدم منو خیت نکن. یه 2 روز به من وقت بده برم یه زد و بند کنم واسط پول بیارم. اینو واسه من نگه داری ها. نوکرت. ارادت، ما در خدمتتون هستیم. هنزردن داشتلیر آی بری باخ خمار جزن یاشتلیر آی بری باخ از پنزن سای میاد به پسلت نخوره بری باخ آی بری باخ چطوره؟ شش پیون گودوغه. سلام عرض می‌کنم خدمت جهانگردان و ایرانگردان عزیز. بنده مفتخرم با آقای تبریزی بزرگ داداش عزیزم تور جهانگردی در 1 ساعت اختراع کنیم و به شما ارائه بدیم. افتخار خودتون. شرکت سیاحتی تفریحی برادران تبریزی بجز احبرمون تقدیم میکند. و باید بهتون بگم که در طول سفر ما شما رو در جاهای باستانی خفن اصلا لوکیشن‌های بی‌نظیر میبریم. فقط کمربندهای ایمنی خودتون رو ببندید. نیست در جهان میخوایم بریم. داداش دوستان عزیز، جهانگردان محترم، من چند تا نکته بود که باید بهتون میگفتم. ببینین عزیزان، در طول سفر هر کسی گلیان یا سیگار دستش بگیره همون گلیون رو میگیرم از پنجره میندازم بیرون. با هیچکیم شوخی ندارم. دوستان عزیز، در صورت حادثه 2 در جلو و 2 در عقبی که از اون خرابه کار نمیکنه، عقبی‌ها شیشه میشکنن میریزن بیرون که بیمه بعدن ازشون پولشون میگیره. دوستان عزیز اگه دستشویی داشتین لطفاً اعصاب ما رو خورد نکنید. این ماشین وقتی وایسه دیگه روشن نمیشه. همکار من مشنبا فریزر مشکی بهتون میده، از اونها استفاده کنین. درش هم گره بزنین، بوش ما رو خفه نکنه. ادامه صحبت رو همکارمان فیض ببریم. بفرمایید. ممنونم. به افتخار بغل دستیاتون دست بزنید. خواهش میکنم. در طول مسیر کاملا به صورت سلف سرویس شما پذیرایی میشید. همکارم بله مستفیض بفرمایید. نوشیبا در دست، نامحدود سرویس بده. دست در نکنه پسرم. وجوده. خب جهانگردان عزیز، هر کسی سوال تو گلوش گیر کرده بپرسه، من جوابگو هستم. جان نتمرش در زد باباتون. جانم آقای تبریزی، شما گفتیم ما رو با وی آی پی میبرین، پس این اتوبوس قراضه چیه؟ آفرین، به سوال مهمی شما برخوردین و من باید بگم که این اتوبوس جزو خاص‌ترین و معروف‌ترین اتوبوس‌ها. میدونید چرا؟ چرا؟ چون این جزو آثار باستانی حساب میشه و سرویس مدرسه پروفسور سمیر. بله، از این اتوبوس در فیلم جنگ ستارگان هم استفاده شده. یعنی رو صندلی من کدوم بازیگر نشسته بوده؟ احسن، تحسین میکنم به خاطر انتخابتون. اون صندلی خالی بوده، کلمن روش میذاشتن. بلدی کس سوال نداره شما بفرمایید. آقا حامد، فقط اون تمسایی که بهم گفتید رو پای میزنه اونو که بهم نشون میدید؟ اون قسمت شما انتخاب کردین یکی از قسمت‌های وی آی پی به تورمون هستش که فقط خودتون ثبت نام کردید. کس ثبت ان شاء الله بعد تور من در خدمت شما هستم. نمیخورم. بچه‌ها رسیدیم به اولین جای باستانی که باید بهتون نشون بدم. بفرمایید پایین. یا بار پایین. خدا ببینم. خب عزیزان من، شما همکنون در مقابل دیوار چین ایستاده این. لذت ببرید. این چی آخه؟ دیوار چین که خیلی بلنده. گردشگر عزیز، خب ما اگه همه دیوار می آوردیم وقت خودتون گرفته میشد. به خاطر همین یه تیکه نمونه آوردیم براتون. دیوار چین آجوریه، این گلیه که. عزیز من، گاوی شورد. من الان اینو روش کاهگل نمیمالدم میومدم میبردن دیگه. به عنوان آثار باستانی ما باید روش یه چیزی بمالیم که نفهمن، مالیات میگیرن. ما اینا رو با جل استتار کردیم. بله
نمیفهم. بیا بریم یه جای دیگه رو نشون ببر. خب بچه‌ها اینجا منزل آقای ابوریحان بیرونی، فقط اومد بیرون زرت و پرت اضافه کنی نه حساب نداره. الان میاد. عباس آقا سلام. نوکرتم، خوبی سلامتی؟ ابوریحان بیرونی هست؟ درونی هم. کجا رفته بیرونی؟ نمیدونم. رفته بیرون. رفته چشمیش بگیرم فکر کنم با زکریا. اما عباس نوکرتم. بیا خدا حافظ. بفرما. Hi, I am a Dogmaster. سلام، من دادماستم. بچش. امکانات آوردم ها مفت مدسانش. We have a one بشر. اینجا یک بشر نبوده. We have a two لنگ درست. چه توپ منو برداره. I am a very heavy stone. منم یک بشر توپ دست نزن. بابا ما رو بریم بابا. بریم آقا. من نمیدونم اینو از کجا میاری. ول کن دی بابا. از کجا میاری؟ پول بده از آدم درست. خب دوستان با افتخار مفتخرم به شما بگم ما اومدیم تو جایگاهی که اکثر پادشاهان اینجا تاجگذاری کردن و اکثر هنرمندان و خوانندگان و فوتبالیستان برجسته جهان اینجا به متولد رسیدن. مثلا کریستیانو رونالدو، جنیفر لوپز، آنجلینا جولی، حنا دختری در مزرعه کوزت. بابا یعنی الان آنجلینا جولی اینجاست؟ بله آنجلینا جولی اینجا رفته دستشویی الان میاد موالته. دوستان بله مثل این که غذا آماده است. سلف سرویس از خودتون مدیون شکماتونین. این 12,000 مدل غذا رو برای شما آماده کردیم. 12,000 تاش ورزشگاه آزاد yerleşe. ضرورم دا. بفرمایید سن الله. آقا غذای همتون آماده است. اون چیزایی که می‌خواستی رو من نتونستم فراهم کنم ولی غذاهای معروف مثلا مثل این چستی پیرو. دیزی. من بفرمایید بگید. دیزی شما بودی؟ بفرمایید. کباب. بیا دوست عزیز. زیاد امروز خوردی نجیز. برو ببینم. برو دست زن. نه بیا. نه ولش کن. بفرمایید. کباب. بفرمایید. نوش جان. بیا. نوش جان بفرمایید. جوجه. بفرمایید. بفهم امروز خودم. نه آراف بمونه نه. نون خالی. خب عزیزان من همونطور که میدونین پشت این پرده کسی نیست جز بابا طاهر اوریان. به افتخارش. برو پایین. ما که چیزی نمیبینیم کوشش. دوستان عزیزی که میخوان لخت آیه بابا طاهر رو ببینن با پرداخت کوچکی از هزینه ها میتونن بیان این پشت. البته برای خانم‌ها غیر مجازه، فقط آقایون. تو که اون بالای چیزی میبینی؟ البته این چیزی که من میبینم واسه آقایونم ممنوعه. کسی میتونه حدس بزنه ایشون مجسمه چه استاد و آدم برجسته‌ای هستن؟ نه نیاز نیست. ایشون مجسمه ابوالهوله. همیشه هوله. ببین کلا اینو هول بدی میره. ببینید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بفرمایید. خب دوستان کسی میدونه ایشون کیان؟ حتما اینم شرکه. خیارشور. نخیرم ایشون خواجه نصیرالدین طوسی هستن. اسپری طوسی تو بازار نبود سبز گرفتیم. برو یه طوسی بگیر. آبروی منو برد. الله با. بریم دوستان. راضی؟ راضیم. بله با آقای زکریای راضی همه راضی با؟ چسب بدار. نه زکریای راضی همه راضی ازش. دمت گرم. بچه‌ها این شما اینم بهنام بانی. عاشقو در بدرم توی قرص غمم. این که بهنام بانی نیست. آقای حامد تبریزی؟ من نوکرت. مسئول تور شمایی؟ من کوچیک شما. مجوزتو میشه ببینم؟ شناسنامه نداره. مجوز کجا بود؟ ببرید. یه چی به شما بگم داداش ما اصلا اومدیم اینجا اشغال کنیم. یه چی بگم حضرت عباسی تقصیر داشتمه. اون اونجا داره اشغال میکنه منو میبرید. حداقل اونم بیاد. باعثشون بود. بیرون سکوت 3 2 1.
Pencereden daş gelir, ay beri bak, kumar gözden yaş gelir, ay beri bak. Az pencere sen میاد به پسرت نشکنه beri bak. Ne benim elimde var içinden زشته بزنه abi بچه‌ها استوری میگیرید Pencereden daş gelir, ay beri bak, kumar gözden yaş gelir, ay beri bak. از پنجره سنگ میاد به پسرت نخوره بری باق آی بری باق بره باق ما یک Pencereden daş gelir, ay beri bak, kumar gözden yaş gelir, ay beri bak. از پنجره سنگ میاد به پسرت نخوره بری باق آی بری باق آی بری باق بر 3 2 1 Pencereden daş gelir, ay beri bak, kumar gözden yaş gelir, ay beri bak. از پنجره سنگ میاد به پسرت نخوره بری باق آی بری باق آی بری باق بابا من مراد 3 2 1 Pencereden daş gelir, ay beri bak, kumar gözden yaş gelir, ay beri bak. از پنجره سنگ میاد به پسرت نخوره بری باق آی بری باق O yere abrımıza Şişe köpeğin koduğu. بچه ها این شما اینم بهنام بانی باش میپره بیرون نیام میپایین بریم سه سه دو یک سکوت رفتیم 3 2 1 بچه ها این شما اینم بهنام بانی عاشق و در بدرم توی قرص قمرم عاشق و در بدرم توی قرص قمرم عاشق و در بدرم توی قرص قمرم عاشق و در بدرم Are you all my personal dreams?